کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 23 سپتامبر سال 2022 از غرق شدن باز یک نورس در جنوب جمهوری خبر داد. این نهاد با تکیه به گزارش ریاست کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان خبر داد که یک ساکن 16 ساله جماعت دهات پختکار نویه شهر توز روز 20 سپتامبر از خانه برآمده دیگر برنگشته است. یک روز پس برادرش از ساحل دریای کوفرنیهان سر و لباس و پایافزالش را پیدا کرده است. تخمین زده میشد که او در آب پرشور دریا غرق شده است. روز 22 سپتامبر ساعت 2:00 دقیقه پس از 2 روز جستجو کارمندان کمیته ایالت‌های فوق‌العاده همراه با ساکنان محلی جسد پسر نابالغ را پیدا کرده به والدینش سپردند. بنا به آمار کمیته ایالت‌های فوق‌العاده طی 7 ماه سال 2022 در کل و دریا و کانال‌های تاجیکستان الکی 123 نفر از جمله 64 نابالغ 3 نشان تا 16 غرق شدند. سال گذشته در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 کودک غرق شده بود. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده همچنین خبر داد که شام 22 سپتامبر سال 2022 ساعت 18:58 دقیقه یک ساکن بنای 41 دراب 1 کوچه جبور رسولوف پایتخت به قسم نوبداری کمیته ایالت‌های فوق‌العاده خبر داد که در خانه استقامتیش بسته شده و فرزند نابالغش داخل آن مانده است. با دریافت خبر دسته نجات دهندگان ریاست کمیته ایالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه رفته ساعت 19:50 دقیقه در خانه را باز کردند. دخترچه صاحبخانه که 7 سال داشته است صحت و سلامت بود و نیاز به هیچ کمکی نداشت. کارمندان نجات به مادر او در مورد تامین امنیت فرزندانش و درباره ضررهای احتمالی تنهایی در خانه صحبت کردند.